درود دوستان، امیدوارم حال همگی خوب باشد. بچه ها این ویدیو رو میخوام درباره تحلیل کندل به کندل براتون به قول معروف ضبط بکنم و یکی از اون به قول معروف چیزای خیلی مهمیه که باید توی این بازار واقعا بلد باشین تا به سوددهی برسین. حالا من به صورت شماتیک اول بچه ها به خاطر اینکه زیاد نشه من سریع میرم سر اصل به صورت شماتیک من اول براتون بچه‌ها چیز میکنم، توضیح میدم و بعد میرم روی چارت ایشالله چیکار میکنم باقی توضیحاتم ایشالله میرم روی چارت براتون انجام میدم. بچه‌ها ببینین بزنید من اول کلیاتی کار بازار بگم. بچه‌ها بازار به این صورت کار میکنه، یعنی صعودی، نزولی، نمیدونم تو تایم روزانه 1 ساعت، 4 ساعت، 1 دقیقه، 5 دقیقه به صورت فرکتالی به این صورت کلا کار میکنه. بچه‌ها ببینید شما اول یه اسپایک دارین، بعدش وارد یه کانال میشین، بعد از کانال وارد یه رنج میشین، بعد از رنج هم دیگه باید تصمیم میگیره که از کدوم طرف باید برین. بچه ببینید این اسپایکمونه، این قسمت اسپایکمونه. این قسمت ما وارد یک کانالی میشیم، این کانالمونه و بعد از اون ببینید وارد یه رنجی میشیم. ما بزنید من تنظیماتی اینو درست بکنم. بله بگراندم که نمیخوایم، رنگش هم بزنید مشکی بزنم. خب اوکی. بعدم بچه ها بریم وارد یه رنجی میشیم که این رنج از هر طرف که شکست، معمولا ببینی اگه از پایین شکست یه پول بک میزنه، از پایین اگه شکست یه پول بک میزنه و میریزه. از بالا هم همینجور، از بالا اگه رفته شکست باز معمولا یه پول بک میزنه و میره بالا. بچه بعضی موقع گول میزنه، این قسمت میاد میشکنه اما میره بالا، یعنی استاپ این زیر جمع میکنه میره بالا که اونو میتونید دقیقا با RSI چیکار کنین، تشخیص بدین که کجا فیک است و کجا نه واقعا ریخته. اونم جلوترش رو من براتون توضیح میدم که کدوم قسمت شما میتونید روش اطمینان بکنید، کدوم قسمت هم نمیشه بشه اعتماد کرد. خب بچه بریم رو بحث کندلی خودمون. بچه ها ببینین شما همچین چیز رو تو بازار میبینید، بچه شما همچین چیز رو تو بازار میبینید، باید بلد باشین که این آقا یعنی چه. شما حالا من ایشالا رو چارتم کردم دقیقا به همین صورت نشونه میدم که شما بتونین به قول معروف دقیق تر بتونین تشخیص بدین. بچه ببینین یه همچین شماتیکی رو شما باید بتونین به قول معروف تفسیرش بکنین به عنوان یه تریدر. خب حالا ببینین من خیلی به قول معروف خلاصه روون و ساده میگم، سعی میکنم که کلمات آکادمی کنه میدونم زبان اصلی یا انگلیسی یا اینش بیان بیرون کامل که شما بتونید چیکار کنید درک این موضوع داشته باشید. خب بچه ها ببینید برای تفسیر ما اینجا یک کف داریم، ما اینجا یک کف داریم که این کف سقف زده است. ببینید بچه ها وقتی که سقف زده میشه این به عنوان ایندوستمنت یا نقدینگی یا هر چی که اسمشو میخوایم بذاریم، معمولا ایندوستمنت نقدینگی میگن. چیکار میکنه؟ این اعتبار پیدا میکنه، این معتبر میشه. حالا بذارید من اینو با این نشون بدم، باز میره بالا و میاد پایین، نمیتونه این کفو ببینه بچه‌ها، باز میره یه سقف جدیدی دیگه این سقفو میزنه باز.
باز این نقدینگی یا این دوستمندمون از اینجا انتقال پیدا میکنه کجا؟ این قسمت. بچه ها بعد برمیگرده نمیتونه این کف رو بزنه، اما باز برمیگرده این سقف هم نمیتونه بزنه و برمیگرده این کف رو میزنه. بچه ها ببینید یه همچین مواقعی که این کف زده میشه، ما اینجا یه سقف داریم که این سقف ما تایید شده و میتونیم چیکار کنیم؟ به عنوان یه سقف ازش چیکار کنیم؟ یاد بکنیم. اینجا سقف. اون وقت بچه ها ببینید کجا کفمون تایید میشه. وقتی که این سقف زده بشه این کف ما چیکار میکنه؟ اعتبار میگیره و به قول معروف تایید میشه، میره بالا، اینه میزنه، ما اینجا کفمون چیکار میکنه؟ تایید میشه. اینجا یعنی ما یک کف تایید شده داریم. این دوستمند ما روی تمام کارش باید پاکش کنیم. بچه ببینین حالا یه مبحث داره به اسم شکست ساختاری یا BOS. بچه ببینین اینجا BOS انجام نشده. خیلی اساتید میبینم که اینجا رو میزنن BOS. نه، این BOS نیست بچه. BOS زمانی اعتبار پیدا میکنه که نقدینگی یک کف جمع شده باشد و به قول معروف این سقف معتبر شده باشه، کانفرم شده باشه و بعد این سقف که شکست، دقیقا این شکست بهش میگن BOS یا شکست ساختار. بذارید من اینا پاکش بکنم. ببینید بچه اینجا ما دیگه حالا BOS داریم، اینجا ما BOS داریم. خب بچه ها ببینید باز این برمیگرده و میره یه سقف رو باز میزنه. وقتی که این سقف زده میشه بچه ها این دوسمنت ما باز اینجا چیکار میشه؟ تایید میشه. ما یه این دوسمنت تایید شده اینجا داریم، یه این دوسمنت تایید شده ما اینجا داریم. بچه ها باز میره بالا، نمیتونه، باز برمیگرده، نمیتونه کف رو بزنه، میره بالا برمیگرده این کف رو جمع میکنه. بچه وقتی که این کف رو جمع میکنه ما اینجا چی داریم؟ باز یه سقف تایید شده داریم. خب وقتی که باز از پایین میره بالا و این سقف تایید شده ما رو میزنه، ما اینجا یک کف تایید شده داریم. من این دوستمندم پاکش کنم دیگه. ما اینجا چی داریم بچه ها؟ یک کف تایید شده داریم. ما اینجا این کف ما تایید شده فعلا. بچه ببینید این همه دارم میگم ببینید به کجا میخوام برسم. خب بچه ها اینه که زد برگشت این کف رو جمع کرد. بچه ها ببینید ما تازه اینجا بریک آف استراکچر داریم، یعنی شکست ساختار، یعنی ساختار دیگه داره یعنی ما اینجا دیگه برگشته روند داریم. شد چنج آف کاراکتر داریم. من پاکش کنم. اینجا ما تازه اینجا چنج آف کاراکتر پیدا کردیم که میتونیم چیکار کنیم؟ در جهتی عکسی بازار ما پوزیشن بگیریم. اینجا ساختار چیزامون عوض شده و دیگه از این به بعد بچه‌ها ببین ما باید دنبال پوزیشن فروش بگردیم. خب حالا تو چه مناطقی میتونیم چیکار کنیم دنبال این بگردیم؟ خب بچه‌ها ببینین یکی خود سقف بالای بالاست. بزنید ما رنگ اینم یه مثلا قرمزش کنم. یه این قسمته که شما میتونید دنبال به قول معروف بگردین. یک بعضی موقع بچه‌ها این قسمته که شما میتونید دنبال پوزیشنی برگشت بگردین. بچه ها ببینین وقتی که این میاد اینو میزنه ما یه دونه به قول معروف چیزم اینجا داریم، یه تایم پوینتر که بریم ببینید بچه ها به این صورت میشه. یه تایم پوینتر که بریم ما کار کرده اینا تو تایم پوینتر اینجوری میاد. بچه ها ببینید این آخری این دوسمنتی که ما داریم که میاد و این کف رو میزنه بچه ها اینم خودش چیه؟ یه قسمتیه که شما میتونید به عنوانی نقطه ورود به قول معروف حسابش بکنید. اینم نارنجیش میکنم که بچه ها شد. حالا بریم روی چارت من بدون کامل اینو چیکار بکنم؟ به قول معروف ریزش بکنم که بهتر بفهمید. خب بچه برگشتیم روی میریم تو چارت ببینیم که این تحلیل کندلی به چه صورت انجام میشه. بچه ببینین حالا ما بالا دنبالش کار نداریم، ما از همینجا شروع میکنیم به قول معروف که ببینیم
ما اینجا اومده برگشته و ما از این سقف شروع میکنیم. کف، سقف، کف، سقف، کف، سقف. یک کف هم اینجا داریم که باید تو تایم پوینتر که بریم بهتر مشخص است. سقف، کف و سقف. خب بچه حالا ما اینو میکشیم بیرون ببینیم به قول معروف ببین دقیقا همون شماتیکی بود که باید توضیح دادم. دقیقا همچین چیز داریم. اینا ببینید شما باید بلد باشین تفسیر بکنین. خب حالا ببینین اینجا ما ایندوسمنت داشتیم، درسته؟ اینجا ما یه ایندوسمنت داشتیم که تایید شده بود، شکسته بود این کفا دیگه. بعد ایندوسمنتمون چیکار میکنم؟ منتقل میشه به اینجا که دقیقا شما اگر رو شماتیک خودمون حساب بکنیم دقیقا میاد اینجا، میاد اینو میشکنه، تاییدش میکنه این دوسمنتمون رو و بعد برمیگرده بچه همینو میزنه. وقتی که اینو میزنه ما اینجا کف تایید شده داریم، یعنی این کف ما چیه؟ کف معتبر است. و تا وقتی که این کف زده نشه این سقف ما معتبر نمیشه. ما اینجا یه خط میندازیم و منتظر میمونیم ببینیم که این سقف ما رو، این کف ما رو میشکنه. خب بریم جلو ببینیم چطور میشن. بچه ببین اینجا شکست. وقتی که اینجا شکست خب این سقف ما چیکار؟ خود به خدا این سقف ما کانفرم میشه، تایید میشه. و بچه ببین تا این سقف نشکسته، تا این سقف نشکسته بذارید من دنباله دارشم بکنه به قول که دیگه هی نخوام. بچه تا این سقف نشکسته بازار همچنان نزولی، یعنی شما اصلا به هیچ شما روش نمیتونه حساب کنید که ببینید یه سقف معتبر باید بشکنید که مثلا چنج اف کاراکتر بشه و شما بفهمید آقا نه بازار داره روند برمیگرده. خب بریم دنبالش ببینیم چطور میشه بچه‌ها. خب بچه‌ها ببینیم یه کف معتبر دیگه ما بچه‌ها اینجا پیدا کردیم. این کف ما شکست اومد پایین و بزن تا من شماتیکش براتون بکشم. خب بچه‌ها اینو من بیارم برای این طرف. این دوستمنت داریم اینجا بچه، درسته؟ طبقی گفته بقول شماتیکی که بدون گفتم این دوستمنت داریم. این سقف میشکنه منتقل میشه پوینتر، این سقف میشکنه منتقل میشه پوینتر، این سقف میشکنه باز منتقل میشه پوینتر و دیگه ما سقفی نیست که بشکنه. این همینجا بچه ببینید دقیقا قیمت میاد و این سقف ما رو میزنه. پس چطور شد؟ وقتی اینه بذاره ما یک کف معتبر داریم دیگه طبق گفته ها درسته، ما جدی کف معتبر پیدا میکنیم. این کف ما معتبر است شد. خب حالا بریم جلوتر بریم چطور میشه. بچه خورد به کفمون برگشت کف ما. ببین این سقفم شکست، این سقف شکست. من اینم پاکش کنم که گیجه نکنه. این سقفم شکست، پس این کف منتقل میشه دقیقاً به اینجا، به این قسمت. خب بریم جلوتر ببینیم چطور میشه. بچه این سقف شکست، باز این ما منتقل میشه به این قسمت.
بچه ها ببینید سقف ما قوی شکست. پس اینجا ما دیگه دقیقا چی داریم؟ اینجا ما چنج آف کاراکتر داریم، یعنی دیگه کلا روندی ما برگشته و ما باید جای پوزیشنی دنبال پوزیشنی فروش بگردیم، باید دنبال پوزیشنی خرید بگردیم. شد. حالا ببینید بچه ها اینو من پاکش کنم که از این سقف آورده بودیم. خب حالا بچه ها ببینید کجاها باید دنبال پوزیشنی به قول معروف چی بگردیم؟ خرید. همونجوری که اونجا گفتم ببین اولش این نقطه است، اولش دقیقا این نقطه است. بچه این کندلمون این اولیشه بچه. دومیش بچه ها اینه که من باید رنگ دیگه اینو نشونش میدم که متفاوت بشه، مثلا آبیش میکنه. و سومیش بچه آخرین، ببینید اینجا ما یه سقف داشتیم. خب اینجا ما سقف داشتیم، این شکست آخر این دوستمندمون هم اینه. اینجا رو میکشیم، رنگش هم عوض میکنیم، رنگش هم مثلا میذاریم سبز. بچه ببینید توی که این خط رو من پاکش کنم، توی که از این نقاط ما میتونیم چیکار کنیم؟ برگشت رونده بگیریم. حالا بریم جلو ببینیم به کجا میرسید. بچه ها ببین دقیقا اومد تو محوطه ایندوسمنت به قول معروف بلاکمون. بچه ها یه مبحث کوچولونم، یه مبحث خیلی بزرگیه که درباره به قول معروف تناسب و نقاط تعادل با RSI هست که به قول معروف فکر میکنم یه ویدیو خیلی سنگینی هم بشه، ایشالا براتون میذارم که شما بدونین که خیلی از مواقع ها بفهمی که تقریبا تو کدوم قسمت، خب از کجا معلومه که بر نگرده، خب بفهمین تو کدوم قسمت ها خیلی راحت برمیگرده. خب بچه ببینین تقریبا میشه گفت اینجا یه نقطه تعادل هم هست. خب اینجا رو ببینید این گلفی که زد، این گلف ما میتونیم چیکار کنیم؟ پوزیشن رو باز کنیم. اون وقت ببین بچه‌ها چند تا دلیل، به یه دلیل هیچ وقت وارد نشین. اینجا رو ببینید بچه‌ها، و شما تو RSI هم ببینید اینجا بچه‌ها یه واگرایی ما چیکار داریم اینجا، درست؟ خب ما پوزیشن لنگمون رو میگیریم بچه، استاپ زیر این کندل، استاپ زیر این کندل. بچه تیپی میشه این سقف، تیپی یکمون میشه این سقف. خب یه تیپی دیگه هم داریم بشه، تیپی 2 هم ما داریم، اونم براش من جدا پوزیشن میگیرم. تیپی 2مون چطور میشه بچه ببینین؟ توی همچین مواردی که بچه به هم پایین اشباع داده هم بالا اشباع داده بچه ها، و یه همچین برگشتی داریم بچه ها، اشباع تا اشباع. از این قسمت اشباع ما شروع میکنیم از کف تا این قسمت سقف، اینو جا به جاش میکنیم، دقیقا میذاریم زیر همین و چیکار میکنیم؟ تیپیمون رو میکشیم بالا تا این قسمت. خب ببینید بچه اینو معمولا کوتاه مدت میگیره، بلند مدتش هم میشه دیگه. البته بچه چیزی هم داره، بیشتر از نمیره دا. یه با فیبوناچی هم میشه در آورد بچه که حالا ببینین، حالا اونا برای تو تعادل و تناسب براتون ان شاءالله میگم که با فیبوناچی چطور میتونی خیلی بیشتر از اینا بگیری. ببین بچه ببین استاپتون رو دیگه دستکاری نکنه. اگه قرار باشه استاپتون بخوره، اگه قرار باشه این کپ بشکنه تا آخرم میرسه، استاپتون رو دستکاری نکنید، بزنید تا قشنگ به قول معروف
بذارید تا قشنگ به قول معروف تیپیدونو بدید. یه ویدیو در روانشناسی هم گرفتم بچه. خب این اولش خورد، ما اولی رو پاکش میکنیم، بریم برای تیپی دوممون. یه درباره روانشناسی بچه، روانشناسی نه، برای تقویت ذهن چطور بشه از ذهن استفاده کرد، یه ویدیو پر کردم انشالله ببینین بچه ها. خیلی مهمه، ببینین خیلی مهمه، به خاطر اینکه شما باید به قول من قدرتی پردازش ذهنتون خیلی بیشتره. اینجا تیپی مام خورد بچه، قدرتی پردازش ذهنتون بچه خیلی باید بالاتر از ببرید، خیلی باید بالاتر از ببرید که بتونید توی این بازار موندگار باشین. خب بچه حالا بزنید من یه نیم نکته‌ای هم بگم. ببینین این فیبوناچی رو داریم ما، یه همچین چیزی برعکس میندازیم بچه تا اینجا، تا بچه تا اینجا میتونه بیادیم. حالا در ادامه ببینیم این تا اونجا هم راحت یه مقداری بچه طول میکشه. به قول من کجدار مریض هستم خیلی راحت میتونین آر به آرای مثلا بچه حتی 1/30 بگیرین، 1/40 بگیرین، 1/50 بگیرین. حالا ببینین این دقیقا همون حالت تناسب و تعادلیه که من دارم میگم بدون. خب حالت تناسب و تعادله ببینین. خب بزنید تا من اینم بیارم شلوتر. هم حالت تناسب و تعادلیه که دارم بدون میگم که میتونین در بیارین خیلی راحت. چیکار کنین؟ راحت هم به قول معروف تیپی نبگیرین. بچه ببینید خیلی باید به این نقطه برسه که تناسب رعایت بشه. خب باید به این نقطه برسه که تناسب رعایت، اگه نرسه تناسب رعایت نشده است یعنی یه چیز تو بازار کم است. اینم از این وقت بچه ببینید این بالا ترز نمیره. خب این بالا ترز نمیره به خاطر اینکه ما یه بحثی داریم بچه به عنوان چاله های قیمتی. البته خب بحث نیست، اینه چیزی هست که خودم اسمشو گذاشتم چاله های قیمتی. یا فوق العاده جواب میده تو این بازار. ان شاءالله برای اونم یه ویدیو براتون میسازم که میتونید خیلی قشنگ آر به آری 35 40 بگیرید. یعنی یه چیزیه که به قول معروف وحشتناک. ان شاءالله اونم براتون ویدیو میذارم که بهره ببرید و به قول معروف استفاده بکنید. بچه این ویدیو روانشناسی ان شاءالله براتون میذارم، یادتون نره حتما ببینین. بچه روی این بحثم تا جایی که میتونین کار بکنین. این خیلی جای بحث داره، یعنی خیلی تمرین میخواد که بتونین به قول با این تحلیل کندلی دستتون را بیفته. و اگه بچه راه نیفتاد شما تقریبا میشه گفت هیچ وقت به سود مستمر نمیرسیم. بچه این بازاریه که به قول معروف شما با یه مشت آدمی خیلی پخته و کار درسته به قول معروف آخری خط تو زمینه هوش مالی طرفین، همونقدر باید آماده باشین. شما در نیست حلقومی به قول معروف گرگ و شیر و نمیدونم بانک مرکزی آمریکا و بانک مرکزی انگلیس و مؤسسات بزرگ مالی داره این پول میکشین بیرون. شد همونقدر باید آمادگی داشته باشین بچه، همونقدر باید آمادگی داشته باشین بچه. امیدوارم که این ویدیو مفید واقع شده باشه بچه ها. تمرین یادتون نره، انقدر تمرین بکنین که به قول معروف تو زمین ناخودآگاهتون بده. یعنی دیگه خودکار کار بکنید، کاری به چارت نداشته باشید، کاری به فکر کردن نرسید. خودکار رو مثل به قول معروف رانندگی است. بعد 2 سال شما دیگه اصلا کلاش دنده رو نمیبینید، با گاز داریم با بغل دستتون صحبت میکنید، دنده عوض میکنید و گاز میگیرید. دقیقاً باید اینجوری تو زمین ناخودآگاهتون برید این تمرین. امیدوارم که همه که موفق و مؤید باشین. ان شاءالله همه گیر به خدای بزرگ میسپارم. ان شاءالله که موفق و بهروز باشین. خدا نگهدار.